ای محبوبان، به هر روح اعتماد نکنید، بلکه روح‌ها را امتحان کنید که آیا از خدا هستند، چون که بسیار انبیای کاذب به سرتاسر دنیا رفتند. روح خدا را شما این طور خواهید شناخت: هر روحی که اعتراف کند که عیسی مسیح به حسب جسم آمد از خداست، و هر روحی که انکار کند که عیسی مسیح به حسب جسم آمد از خدا نیست، بلکه روح ضد مسیح است، که درباره آن شما شنیده اید که آن می آید و آن اکنون در جهان است. شما ای فرزندان از خدا هستید و آنها را مغلوب کرده اید، زیرا او که در شماست از آن که در جهان است بزرگتر است. آنها از جهان هستند، بنابراین آنها به طور دنیایی سخن می‌رانند و جهان آنها را می‌شنود. ما از خدا هستیم. هر که خدا را می‌شناسد به ما گوش می‌دهد. کسی که از خدا نیست به ما گوش نمی‌دهد. از روی همین ما روح راستی و روح اشتباه را می‌شناسیم.